خدای با امید تو، به نام خداوند متعال ایزد منان، و با سلام و درود بر روان پاک مطهر پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. خدمت یکایک شما عزیزان بیننده و همراهان گرامی عرض سلام و ادب و احترام دارم. برای همه شما توفیق روزافزون رو آرزو مندم. یکی دیگر از مباحث مدعیان دروغین رو در خدمت شما هستیم و از محضر استاد مجتهد گرامی و عزیزمون استفاده خواهیم کرد در خصوص مدعی یمانی. همونگونه که مستحضر هستید، فرقه مدعی یمانی ادعا میکنن که خودشون قائم شدن و خودشون نماینده امام زمان شدن و از این بحثا که جناب استاد خیلی از مباحث رو ارائه کردن در این جلساتی که در خدمتشون بودیم و این افتخار رو داشتیم. انشاءالله این بحث رو پی خواهیم گرفت. جناب استاد سلام علیکم. خیلی خوش آمدید برنامه. در خدمت شما هستیم و انشاءالله باب دیگری از این ابواب رو برای ما باز کنید که ما بتونیم دمی بیشتر آشنا بشیم با دین و فرقه های منحرف، که بتونیم هم در دین ثابت قدم باشیم و راه درست رو پی کنیم و همینطور مواظب باشیم که پاهامون رو کج نذاریم به انحراف برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما و بینندگان عزیز. در مورد محتوای حدیث وصیت بحث می‌کردیم و به این نکته رسیدیم که این فلیسلم‌ها یا سلم‌هایی که در حدیث وصیت آمده به چی میخوره؟ چی رو امام زمان باید به احمد بده؟ یا میخوره به خلافت، یا میخوره به وصایت، یا میخوره به امامت دیگه. غیر از این که چیزی نیست. و اتفاقا ما در هر سه زمینه احادیث فراوان داریم که اصلا گذشتگان ما به این اسم کتاب می‌نوشتن. مثلا کفایت الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر، که اصلا ائمه اثنا عشر یک جلد کتاب در جمع احادیثی که مربوط به اینه که ائمه خلفا و اوصیا 12 نفر. یا شبیه این کتاب مقتضب الاثر فی النص علی الائمه الاثنا عشر. یا در قرون بعدی مثل علامه سید هاشم بهرانی که کتاب‌های زیادی در این زمینه نوشتن که روایاتی که نص بر 12 و حصر عدد 12 در مورد ائمه، در مورد خلفا، در مورد اوصیا، در مورد حجت‌های خدا بعد از پیامبر، در مورد اولیا و صاحبان ولایت، به هر لفظی که شما بگید عدد 12 ارزم شما با بیانات مختلف عرض کردیم آمده. خب در جلسه قبلی مقدار ما مجبور شدیم تون بعضی احادیث رو بخونیم. من این دو تا حدیث آخری رو عرضم به حضور شما تحلیل بیشتری خیلی خواستم بگم که خب نشد. یکی این که در بعضی احادیث تصریح شده که با امام زمان، یعنی نهمین فرزند امام حسین یا فرزند بلافصل امام عسکری، اصلا سلسله ختم میشه. من نمیفهمم معنای ختم سلسله یعنی چی. الحسن ثم اکمل ذلک بابنه. من وقتی حسن عسکری رفت به واسطه پسر او امام زمان علیه السلام سلسله رو اصلا کامل میکنم، تموم میکنم، دیگه نیست امامی بعدش. و عرض کردیم روایت دیگری که تصریح میکنه که امام ها 12 تا هستن، من نقص منهم واحدا، اگر یکی از اینا کم کنید او زاد فیهم واحدا، یا یک دونه بر اینها بیفزایید، خرج من دین الله، هر کسی این کارو بکنه از دین خدا خارج شده. ولم یکن من ولایتنا علی شیء، این دیگه اصلا شیعه نیست، کلا از شیعه و تشیع خارج. روایت دیگری داریم که اگر کسی قائل بشه به این که امام زمان بچه‌ای داره، خلفی داره، خلف هم به معنی این است که بعد از خودش امامت رو بخواد، اعظم شما اینها مرقه، اینها از دین خارج شدن. کسی بخواد همچین حرفی بزنه. لذا شیخ طوسی، همون کسی که حدیث وصیت رو نقل کرده، ایشون تصریح می‌فرماد الائمه بعد النبی 12، اماما بعد از پیغمبر 12 تا، لا یزیدون ولا ینقصون، نه یک دونه از اینا کم میشد نه یکی به اینها اضافه میشد، فقط و فقط 12. این حدیث هم تو همون باب بود ظاهرا ها، این همون بابی که اونو نقل کرده. اینه که خوندم این حدیث نیست، این کلام شیخ طوسی هست ارزم شما قبل از نقل احادیث. و بعدش هم اینطور میفهمد که ان الائمه محصوره فی الاثنا عشر اماما، باز دوباره هم ائمه حصر شدن در تعداد 12 تا امام، و انهم لا یزیدون ولا ینقصون، و اینا یک دونه اضافه نمیشن و یک دونه کم نمیشن.
رئیس از شما اینها در ایران که مبلغ ارشدشون بود و خیلی ها رو گمراه کرده بود، اون آقا میگفت ما با حرف شیخ طوسی موافقیم، ما میگیم 12 امام و 12 مهدی. شیخ طوسی گفته تو 12 امام کسی رو اضافه نکنید، نگفته تو 12 مهدی بیارید که مثلا مشکل داره. ما تو 12 امام میگیم 12 امام. ما سوالمون این بود که ببینید اولا روایاتی که در مورد حصر آمده فقط حصر امام نیست، اوصیا هم میگه 12 تا بیشتر نیستن، خلفا هم میگه 12 تا بیشتر نیستن، حجج هم میگه 12 تا بیشتر نیستن، حتی مهدیونه که خود ائمه باشن میگه 12 تا. درسته. خب با این همه تصریح هایی که شده، شما بالاخره مهدیین رو امام که میدانید، حالا میخواد بزنه زیرش، خیلی مهدیین امام نیستن. وصی که میدانید میخواد بزنه زیرش، وصی هم نیستن. خلیفه میدانید میخواد اینم بزنه زیرش، پس مهدیین چی هن؟ اگه نه امام است، نه وصی است، نه خلیفه است، پس چه منصبی از خدای متعال داره؟ هیچی نداره که این چی کار است؟ پس این هیچ کار است. بالاخره یا امام است یا وصی است یا خلیفه یا حجت، یه چیزی هست دیگه. شما هر اسمی بیارید، یا ولی خداست مثلا ولایت، هر چی بیارید ما در همون زمینه داریم که 12 تاست، حصر شده در عدد 12. لذاست که عرضم به حضور شما امکان ندارد بعد از امام زمان علیه السلام کسی غیر از 12 امام بیاید و عرضم شما صاحب ولایت باشد یا وصایت باشد یا خلافت یا امامت یا حجت خدا. بعد اگرم اینجور که خودشون دارن میگن اینها نه امامن نه وصیان نه نمیگن نه وصیان، فقط امامشون رو رد میکنن. امامت رو رد میکنی. من میگم که خب وقتی امام زمان هست من برم تابع خود امام زمان بشم، برچی تابع تو بشم؟ این اون روایتی که در اصول کافی من یادم میاد که روایتی در کتاب الحجه دیده بودم که یکی از آقایونی که فکر کنم خود زید دعوت میکنه یکی از اصحاب امام رو که میگه بیا از من میخوام جهاد کنم قیام کنم، بیا با من. گفت وقتی تو حجتی یا امامی چی هستی تو؟ من میگه نه من حالا خود دارم نیستم و اینا. میگه خب من بیام از امام که حاضر هست و از اون اطاعت کنم یا بیام از تو اطاعت کنم؟ حالا وقتی امام زمان خودش هست من برچی بیام از تو اطاعت کنم؟ خود امام زمان بیام اطاعت کنم. خب اونا جواب میدن به اون که اونجا امام حاضر بود، اینجا امام غائبه، من نیست که ازش اطاعت کنم. لذا کسی رو فرستاده که من اطاعت از این بکنه، میگه اطاعت از امام کردم. یعنی از نظر تصوری از شما یه مطلب منطقی مثلا میخوان جلوه بدن. ما صحبتمون سر تصدیق این مسئله است که اصلا وقتی روایات حصر کرده که 12 تا بیشتر نیستن، اصلا نمیشود امام زمان کسی رو بفرستن به عنوان اینکه این خلیفه رسول خداست یا یا وصی رسول خداست یا امام است یا حجت است یا هر چیزی. درست. نکته دیگری که عرض میکنیم خدمتتون در مورد این که 12 امام غیر از 12 مهدی هستند. تو این روایت گفته 12 تا امام سپس 12 تا مهدی، که جریان احمد یمانی اصرار دارن که منظور اینه که 12 مهدی غیر از 12 امامن. ما میگیم خیلی خوب، یا این حدیث میگه 12 مهدی همون 12 امامن که بعداً شاید بهش بپردازیم که چطور میگیم، یا که میگه 12 مهدی غیر از 12 امامن. اگر این رو بگه با چندین روایت تعارض داره، یعنی یک حدیث نمیتونه با 10 تا حدیث بگیره. چرا؟ چون احادیث متعدد داریم که ائمه ما همون 12 مهدی هستن. من بعضی از روایات رو خدمتتون عرض میکنم. یخرج الله من صلبه، خدای متعال از صلب امام کاظم تکملتی 12 اماما مهدیًا، بقیه امامایی که همون اماما مهدی هستن رو ایجاد میکنه از صلب امام کاظم علیه السلام. روایت دیگه امام صادق علیه السلام میفرمایند نحن 12 مهدیا، ما 12 مهدی هستیم، نه غیر از ما که 12 امام، خود ما 12 مهدی. یا عرضم به حضور شما امام حسین علیه السلام میفرمایند در روایت بسیار زیبایی منا 12 مهدی، از ما اهل بیت 12 تا مهدیه. حالا اینا کیان؟ اولهم امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب، اولین اون مهدیین بابامه علی ابن ابی طالب. اینجا دیگه واضح‌تر از این خود لفظ مهدی اصلا اومده دیگه. و آخرهم التاسع من ولدی، آخرین مهدی باز نهمی از نسل من. حالا آخر هم احتمالاً به نظر اینا باز مفهوم نداره. آخرین مهدی نهمین فرزند من حسینه که میشه امام زمان علیه السلام. و هو الامام القائم بالحق، او هم قائمی است که به حق قیام میکنه. یحیی الله به الارض بعد موتها، او کسی است که خدا زمین رو با او میخواد زنده بکنه. و یظهره به دین الحق علی الدین کله ولو کره المشرکون له غیبتون. عجیب اهل بیت سلام الله علیهم برای ما هیچ چیزی نذاشتن که مجبور باشه که ما بریم این ور اون ور بزنیم.
حدیث بعدی حدیث از شما قدسی است. فاوحی الله تعالی الیه، پیامبر میگه وقتی رفتم معراج خدای متعال به من وحی کرد که ای پیغمبر اعطیتک ان اخرج من صلبه 11 مهدیا، من چنین به تو عطا کردم که از صلب علی 11 تا مهدی میخوام در بیارم. حالا اونا کیان؟ کلهم من ذریتک من البکر البتول. این که میگم از علی نه از زن دیگه ها، از دختر تو از علی، یعنی این از ذریه توی است، نه که از علی مثلا ابوالفضل و اینا، نه از علی و فاطمه که ذریه تو زهرا که ذریه و آخر رجل منهم یصلی خلفه عیسی، آخرین رجل اعظم شما از این 11 تا کسی هستش که عیسی پشت سرش نماز میخونه. خب آقای احمد اگر عیسی پشت سر تو نماز میخونه تو 12می هستی. داره میگه 11 تا مهدی. تازه شما که اگه اینا مهدیان اونا مهدی بشن که رو هم میشه 24 تا مهدی. میگه کلا 11 تا مهدی میخوام در بیارم. از نسل پیامبر حضرت علی علیه السلام. چی شد بالاخره؟ ما نفهمید. یملأ الله یملأ الارض عدلا کما ملئت منهم ظلما و جور. دوباره در حدیث دیگه امام صادق علیه السلام منا 12 مهدی، از ما اهل بیت 12 تا مهدی هست. حالا او 12 تا کیان؟ مزا 6 تا، 6 تا ما بودیم که رفتیم، یعنی امام اول تا 6 و بقیه 6 تا 6 تا دیگه موندیم. بقیه من نیم حالا عدد نگفتی که مثلا بگید بقیه شما چی ترجمه میکنید؟ 6 تا مونده، یعنی 6 تا که اومد تمام میشن مهدیین. ششمیش میشه امام زمان، یعنی با امام زمان مهدیین شروع نمیشه، مهدیین تمام میشه. یصنع الله بالسادسه ما احب، با اون ششمی خدا هر کار خاص میکنه. هر کار خاص میکنه یعنی غایب میشه. تو احادیث دیگه از این واضح تر ان لهذه الامه 12 اماما هادین مهدیین، این امه 12 تا امام هادی مهدی داره. روایت دیگر اللهم صل علی محمد و اهل بیته الائمه الهادین المهدیین. روایت دیگر علی خیر من اخلفه فیکم و هو الامام و الخلیفه بعدی و سبتای و 9 من صلب الحسین، علی بهترین کس است که من بعد از خودم برای شما میگذارم، او امام است، او خلیفه است، و همچنین 2 تا سبت من و 9 من صلب الحسین، 9 تایم از فرزندان حسین، ائمه ابرار رئین تبعتموهم وجدتموهم هادین مهدیین. اگر از اینا تبعیت کنین اینها را مهدی خواهید یافت، نه کسی غیر از اینا رو. 12. من اینجا 9 تا حدیث خوندم، شاید کسی بگرده بازم پیدا بکنه. برفرض همین 9 تا حدیث باشه، با یه حدیث بخوان بگیره زور یک حدیث به 9 تا حدیث نمیرسه. اونم حدیث اینطوری که عرض کردیم چه سند افتضاحی و اعظم داشت و منفرد بود و متنش هم که پر از اشکال بود. لذاست که ما اگر هم عقیده به مهدیین داشته باشیم، مهدیین همان 12 امام است. نکته بعدی که خدمتتون عرض میکنم، 12 تا مهدی میخواد بیاد یا 11 تا مهدی؟ مهدیین در جلسات قبلی عرض کردم، مهدیین اگه قرار باشه غیر از 12 امام باشن کلا 6 تا روایت داره. 2 تاش از واقفیه رسیده، یکیش از 6 امامی ها اسماعیلیه رسیده که اصلا ربطی به ما نداره، یکیش از سنی ها رسیده که همون علی ابن سنان الموصلی العد بود که اونم به ما ربطی نداره. 2 تا دیگه هم میمانه که یا مرسل است، یکیش مرفوع است و اصلا کلا سند نداره، یکیش هم ازشون سندش ضعیف. توی اینها خود اینا با هم اختلاف دارن. بعضیا میگن 11 تا مهدی بعد از شما قائم، بعضیا میگن 12 تا مهدی بعد از قائم. خب پس دیگه یعنی خود همینا حتی مشکلات زیادی دارن. من فقط یه مشکلش رو عرض می‌کنم. بالاخره ما نفهمیدیم 12 تا مهدی یا 11. این احادیثی که من خوندم در مورد اینکه ائمه خودشون مهدیین، همشون میگفت 12 تا. اونم که میگفت 11 تا میگفت 11 تا از صلب علی، یعنی با خود حضرت علی میشه 12 تا. همشون بالاتفاق بوده. اما اینایی که شما دارید میگید که 12 مهدی غیر از 12 امام، خودشون با هم گیر دارن که بالاخره 12 تا مهدی یا 11 تا مهدی. اینها باز شروع میکنن به اعظم بزرگ شما از این شاخه به اون شاخه پریدن و ادعاهای جدید. میگن نه ببین تو اون روایتی که گفته بعد از قائم 12 تا مهدی، مرادش از قائم امام زمانه. خب بعد از امام زمان 12 تا مهدی. تو اون روایتی که گفته بعد از قائم 11 تا مهدی، مرادش از قائم احمده، پسر امام زمانه. خب بعد از احمد 11 تا مهدی میان. پس این 2 تا روایت هم هیچ مشکلی ندارن. سوالی که ما از اونها داریم، چرا در روایت اول احمد اسمش مهدی نامیده شده، گفته بعد از قائم 12 تا مهدی، یعنی امام زمان رو قائم حساب کرده و احمد رو مهدی.
و اما در روایت دوم هیچ کاری به امام زمان اصلا نداره. احمد رو قائم معرفی کرده و بعد از او 11 تا مهدی. خب مگه احمد جزو مهدیین نیست؟ چرا جزو مهدیین اینجا شمرده نشده؟ و مگر امام زمان قائم نیست؟ چرا اینجا قائم معرفی نشده؟ و مگر احمد به قول شما قائم نیست؟ چرا در روایت قبلی بعد از قائم 12 مهدی احمد مهدی تلقی شده نه قائم؟ و خود امام زمان که توی صدها روایت مهدی تلقی شدن و نامیده شدن، اینجا جایگاهشون کجایی؟ این مهدی کیه؟ مهدی چندم میشه امام زمان؟ مهدی هست یا نیست بالاخره؟ اگر میگید نیست که منکر صدها روایتید، اگر میگید هست پس تو کدوم یکی از این مهدی میشه امام زمان؟ هیچ کدوم امام زمان. حالا جدا از این در توجیهات دیگهشون بود دیگه، وقت این مهدی بود اون قائم بود، هی توضیح میداد نه اون مهدی، این قائمه، این قائم اون مهدی. هر توجیه بخواد اینجا کنه ادعای گذشتهشو باطل کرده. بله. این یک جواب که پس چه ملاکی شما میگید این قائم منظور امام زمان است و اون قائم منظور احمد است و بعد این سوالهای ما هم بی پاسخ میمونه. ائمه آیا میخواستن معما و فکاهی طرح بکنن یا میخواستن ما رو هدایت بکنن؟ نکته دوم ما این هستش که در روایات فوق متواتر، نه 100 تا 200 تا، بسیار بسیار زیاد، صفت قائم بر خود امام زمان علیه السلام اعظم شما گذاشته شده است. لذا قائم لقب مخصوص امام زمان است. اگر مراد امام از قائم کسی غیر از امام زمان باشد باید قرینه بگذاره که من بفهمم، نه اینی که شما بعد 1200 سال بیای معما برای ما حل بکنی بگی منظور از این قائم امام زمانه ولی منظور از اون قائم احمد نه یکی دیگه است. چرا؟ چون من میگم اگه ما تو رو قبول داشتیم که دیگه اصلا این حرفا رو لازم نداشتیم باهاش بحث بکنیم. تو که حجیتت برای ما ثابت نیست که میگی چون من میگم، دلیلی هم نمیاری برای این ادعا، فقط ادعا میکنی. عرضم به حضور شما من اینجا روایاتی رو نقل میکنم که در مورد معرفی قائم هست. قائم در 10 ها بلکه 100 ها روایت گفته نهمین فرزند امام حسین است. من یک نمونهشو میخونم: یکون 9 ائمه بعد الحسین ابن علی تاسعهم قائمهم. بعد از امام حسین 9 تا امام هستن، نهمیشون همون قائم ایناست. قائم نهمیه، اگه قائم تو باشی تو دهمی شدی. این چه جوری جور در میاد؟ نه یه دونه حدیث نیست ها، 10 تایی هم نیست، 100 تایی خیلی زیاده است. شیخ طوسی روایت کرده، دلائل الامامه روایت کرده، هدایت الکبری روایت کرده که قائم میدونید کیه؟ اذا اجتمع ثلاث اسماء محمد و علی و الحسن و الرابع القائم. زمانی که 3 تا اسم پشت سر هم از ائمه آمد، محمد، علی، حسن، چهارمیش میشه قائم. محمد میشه امام جواد، علی میشه امام هادی، حسن میشه امام عسکری، چهارمیش میگه قائمه نه پنجمیش. این هم از شما یک روایت دیگه ای که از هر راهی خلاص اهل رو نکته دیگر علم غیب ائمه میدونستن ممکنه یه روزی یک کسایی بخونن، ممکنه که نه اصلا میدونستن که میآین، بلکه اصلا این آقا رو به نظر ما همون روایتی که حضرت علی علیه السلام گفتن شخصی میاد که ادعا میکنه از نسل فاطمه است و از نسل فاطمه نیست و از بصره میآید، او دجال بصره است، که آقای کورانی هم کتابشون به اسم دجال بصره گذاشتن. ظاهرا همین آقا باشه، اصلا همین آقا کاملا تطبیق برش میکنه که سید نیست و ادعا میکنه سید است و از بصره هم آمده است و داره در مقابل امام زمان می ایستد و خودش رو قائم معرفی میکنه. نکته دیگر اینه که در تمام این روایات به غیر از اون حدیث وصیت آمده که و به غیر از اون حدیث 6 امامی ها، یعنی در 4 تا دیگهش آمده که این 11 تا یا 12 تا من ولد الحسین هستن، نه من ولد القائم. اونها در جواب این اشکال میگن خب این چه اشکالی؟ امام زمان خودش سید حسینیه، لذا پسرای امام زمان هم میشن حسینی. که ما اینو قبلا هم تو جلسات قبلی تذکر دادیم، گفتیم بله درسته که هر کسی که پسر امام زمان باشد حسینی است، اما هر کسی حسینی باشد که ثابت نمیشه پسر امام زمان باشد. کسی که موسوی هم باشد پسر امام حسینه، کسی که زیدی هم باشد پسر امام حسینه، کسی که رضوی هم باشد پسر امام حسینه، نقبی همینطور. چیه شما اثبات نمیکنه از این که 11 مهدی یا 12 مهدی از فرزندان حسین اثبات نمیکنه که از فرزندان قائم باشند. لذا این هدایتگر نیست برای ما. هر سید حسینی میتونه بیاد ادعا بکنه که عرضم به حضور شما من از همون مهدیینی هستم که از نسل حسین قراره بیاد و بعد از قائم قائمه من اونم. شما میگید خب دلیلش کو؟ میگیم با همون دلیلی که بهائیت و بابیت اومدن چندین هزار نفر رو گول زدن، با همون دلیل هایی که قادیانی اومد 100,000 نفر رو گول زد، با همون دلیلا میتونن بیان بقیه رو
گول بزنن. شما جوش گول خوردن نزنید، بلدن اونها، جوش ادله اونها رو نزنید. اما شما خودتون دستتون از ادله واقعا خالی است و عرضم به حضور شما این حرف هایی که میزنید هیچ کدامش نه قابل تطبیق بر روایات قطعی و متواتر ما هست، نه منطبق بر عقل و عرضم شما فهم عقلایی هست. جدا از این بحث خاتم الاوصیا بودن امام زمان قطعی هست یا نیست؟ اون رو هم انشاءالله ما خودش این وصفی داریم ما در خصوص اونا شبهه دارن، اونا شبهه‌ای دارن انشاءالله سر جای خودش. ما وقتی خواستیم نصوص حصر ائمه را در سلسله مباحث دیگری بررسی کنیم حتما به قصه خاتم الاوصیا هم خواهیم پرداخت، شبهه‌ای که اونها میکنن رو مطرح میکنیم. یعنی همون بازی که بهایی ها و اینها کردن این هم داره همون کارو میکنن. اونجا با خاتم الانبیا این کارو کردن، خاتم الانبیا و خاتم الاوصیا بس خاتمیت اینجا هم یعنی بازی کردن، همون بازی کردن با دین هست متأسفانه. بله. خب من یه نکته دیگه ای رو عرض بکنم خدمتتون و تمامش بکنم. این روایت میگه که بعد از امام زمان مهدی اول می آید. اما ما چندین روایت داریم که هم در کتاب غیبت طوسی آمده، هم در تفسیر عیاشی که اینا بسیار بهش اعتنا دارن آمده، در جاهای دیگه آمده که بعد از قائم منتصر می آید و منتصر احمد هم نیست. بعد از منتصر صفاح می آید و صفاح هم احمد نیست. چرا میگم نیست؟ چون در روایت تفسیر عیاشی تصریح کرده میدانی منتصر کیست؟ راوی میگه نمیدونم، میگن حسین است. بعد از قائم حسین می آید و بعد از حسین ازشون صفاح. میدانی صفاح کیه؟ میگن حضرت علی علیه السلام است. یعنی که در روایات دیگه تصریح شده که بعد از قائم عرضم به حضور شما امام حسین می آید، امام علی علیه السلام تشریف میارن و این با آمدن احمد جور در نمیاد. احمد برای که فرار بکنه از این ماجرا میگه بله اونا بیان، ولی اونا بعد از کدوم قائم میان؟ روایت که نگفته کدوم قائم، گفته بعد از قائم. منظور از این قائم مهدی 12 آره منظور از این قائم مهدی 12 بعد از مهدی 12. ما عرض میکنیم که امام زمان که قطعا قائمه، شما گذاشتی کنار. احمد هم به عنوان که قیام به سیف میکنه اسمش شد قائم قبول. مهدی 12 میخواد چیکار بکنه که وصف به قائم بشه؟ دیگه قائمیت که صورت گرفته دیگه. چه قیامی میخواد بکنه که قائم؟ اگر منظورتون اینه که نه قیام به امامت میکنه، خب همشون قیام به امامت میکنن. چرا احمد قائم نامیده شده در روایات به قول ادعای شما؟ همشون باید قائم نامیده. اصلا چرا گفت مهدی؟ گفت قائمین. قیام اگه قیام به امامت، اگر که نه قیام فقط کار امام زمان بوده و حالا انداخته گردن تو، خب شما دوتا شدید قائم. مهدی 12 چرا بشه قائم؟ غیر از این یعنی که شما خدای نکرده قرار اونجا هر کدوم میاد بزنن ظلم و اینها بیاد بالای این قضیه عدل اینها دوباره از اول هم کارو بکنی. شما مگه نمیگی من همون قائمی هستم که دنیا رو پر از عدل و داد میکنم؟ خب اگه تو پر از عدل و داد میکنی بعدش که دیگه قیامی نیست. پس اگه بعدش قیامی نیست اینا چجوری قائمه؟ بماند که دروغگو فراموشکار میشه. شما که اصلا رجعت از بیخ قبول نداری. شما میگی امام حسین اصلا تو زمین رجعت نمیکنه، امام حسین تو آسمون رجعت سماوی داره. این داره میگه که عرضم بزرگ شما فیطلب بدم الحسین و دماء اصحاب فیقتل. آخه رو آسمون میشه کسی رو بکشی؟ عرضم شما و یسبی تو آسمون مثلا اسیر میکنن دشمنان رو، مثلا میکشن و اسیر میکنن. اینها در روایتی که داره که حکومت میکنه تو اصلا آسمون حکومت میکنه. اینها چیزهایی است که شما چون خودتون یادتون رفته از شما حالا این حرفا رو میزنید و الا بدونید که امام حسین طبق عقیده شما بعد از قائم 12 هم نمی آید. اصلا نمی آید امام حسین، چون شما مثلا رجعت رو از بیخ قبول ندارید و دو گونه تعبیل میبرید. یک اینی که میگید حسین می آید یعنی مثل حسین می آید، سلمان می آید یعنی کسی که سلمان زمانش از می آید. یک جور بازی یکم که میگه که در آسمان می آید امام حسین و اینا. خب زمین چه ربطی به کشتار و قتل و اسارت بردن؟ تو آسمون اسیر میگیرن میبرن، کجا میبرن؟ یه چیزی بگید که آخه با عقل جور در بیاد. یه مذهبی که اصلا یه مذهب دیگه ای دارید و اصلا کلا شما در این دایره جا ندارید. بله اینا که خب چون قائلن میگن ما مذهب دیگه ای داریم، چون مذهب شیعه باطل بوده به قول اینا، چون دوران فترت با تی 2 نقطه بوده. اونا ابایی ندارن که بگن ما اصلا مذهب دیگه. شیعه واقعی اونا هستن به قول خودشون. ولی خلاصه حرف ما این شد که پس شما روایات مختلف رو بر قائم‌های مختلف تعبیل میبرید. یک روایت میگید اینجا منظور از قائم امام 12 همه، یک روایت میگید اینجا منظور از قائم امام احمد به قول خودتون مهدی اوله، یک روایت میگید اینجا منظور از قائم مهدی 12 همه. همینجور برای خودتون رو هوا که با ادعا که نمیشه مطلبی رو ثابت کرد و اینا با روایات ما اصلا این حرفایی که شما میزنید سنخیت
نداره. انشالله در جلسات بعدی باز ما نکات دیگری رو هم مورد بررسی قرار خواهیم داد. انشالله. متشکرم استاد عزیز از وقتی که برای ما میگذارید و خلاصه این وقت طلاست. مثلا حالا آدم‌های مثل ایشون که حالا خود شما فرمودید، حالا نمی‌خوایم تعریف کنیم، مثلا این نیست که بگیم در مقابل شما، بلکه علما کلا یعنی وقتشون خیلی گرانقدره و من با برخی از دانشمندان علما صحبت می‌کردم، گاهی در یک شب چقدر مطلب نوشتن و در همون یک ساعت چقدر مطلب نوشتن و این مباحث رو وقتی یک استاد گرانقدری، پژوهشگر گرامی که با این پشتکار و همت این گونه در این خصوص کاویده و وقت میذاره برای ما و شما، باید قدرش بدونیم انشالله که بتونیم استفاده کنیم از این مباحث. متشکرم جناب استاد مجتهد گرامی. این گرامی جز اسم شما نیست ولی گرامی هستید. من اینم شاید بعضیا فکر کنن مجتهد گرامی اسم شما باشه، نه، شما گرانقدر هستید و عزیز برای ما و همه بیننده. تا دیدار دیگر انشالله از شما خداحافظی می‌کنم و همچنین از بینندگان عزیز التماس دعا داریم و به خدای منان می‌سپاریم همه رو. با تعجیل انشالله دعا می‌کنیم برای تعجیل فرج آقا رمضان. اللهم عجل ولیک الفرج.